بعد از انقلاب استیضاح بشه، غیر از یک وزیر دولت اول آقای روحانی استیضاح نشد. چرا نشد؟ چرا در دولت آقای عرض کنم که روحانی میگفتن آقای همتی مقصره چون رئیس بانک مرکزی بود، آقای دشبستان دوست عزیز ما بود، چرا نشد؟ به خاطر اینکه متوجه مسئولیت نشد. یک کپی پیستی آقای دلیگانی داره، آقای حاجی دلیگانی. ببین این آقای چیز، این مال آقای خاندوزیه، 10/12/1401 مال آقای حاجی دلیگانی. این مال آقای همتی 11/10/1343. هر وزیری بیاد بخواد دولت رئیسی باشه، بخواد دولت پزشکیان بشه، آقای دلیگانی کپی پیست میکنه عیناً همونو. چون اینجا اجازه بدید آقای دکتر، چون یه چیزی رو یه مطلبی رو گفتم، بنده آقای جز با مردم عقد اخوت با هیچ کسی نبستم. هر وزیری باشه چون شرح وظایف اجازه بدید مشکلات بوده. بله شما علیه دولت آقای رئیسی هم موضع گرفتید. بله هر کسی که منافع مردم رو پس مشکل مال اجازه بدید حرفمو بزنم. آقا حرفی زدی بشنو، حرف زدی جوابشو بشنو. خب آقای سمسون این بحث رو شما یا عامل کنید یا عامل مطلب رو گفتن، من عرض کنم. حالا گفتن دیگه شما پاسخ بدید. کرباسیان رو استیضاحش نوشتم. بله یادم هست. یادتون باشه. بله. آیدش پسندم نوشتم. آقای عرض کنم که وزیر اقتصاد میشه بفرمایید مواردش چی بوده؟ رئیسی رو هم نوشتم. چرا؟ موارد مشترک. همش هم مشترک. مشکلات تاریخیه بعد از انقلاب. به خاطر اینکه مربوط به فقط همتی نیست. به خاطر همین همه استیضاح کردیم. بر اساس این اساسنامه عرض کنم که وزارت اقتصاد، خب تمام وظایفشون بر اساس اینه. اینم قانون سال 54. اجازه بدید. فرقی هم تا الان نکرده. خیلی خوب متشکرم. آقای قشقابی چرا فقط یک وزیر رو انداخت؟ حرفتون منطقی نیست. آقای قشقابی وظیفه ما انجام میدم. حالا ممکنه یه غیر منطقی هم وظیفه انجام. آقای حاجی دلیگانی کاش اینجا هم مثل مجلس میشد صدا رو. خب بفرمایید آقای سمسون. آقای قشقابی فرمودن که اینا به عهده وزیر اقتصاد. بله. سلام دام. خب سلام. آقای وزیر اقتصاد چرا در امورات بانک مرکزی دخالت میکنه؟ چرا بیش از 15 مورد اومده گفته در 5 شهریور گفته تعداد نرخ‌های ارز رو کاهش دهیم و این خودش یک سیگنال مثبتی برای صادرکننده است. حتما ارز را با همکاری بانک مرکزی تک نرخی می‌کنیم ولی نرخ نیما را به نرخ بازار نزدیک می‌کنیم. دلار بازار آزاد ارزان‌تر می‌شود. سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود. قیمت دلار نیما را بالا می‌بریم. دلار آزاد را کاهش می‌دهیم. ببینید آقا اگر به ایشون ارتباط نداره پس برای چی؟ برای چی؟ نه آقای سمسون یه لحظه آقای سمسون اجازه بده تو که قانونا مسئولی نه وزیر اقتصاد طبق قانون برنامه یه لحظه اجازه بدید فشار میاره به بانک مرکزی و بانک مرکزی میاد چیکار میکنه؟ بانک مرکزی چرا تحت فشاری؟ هم بانک مرکزی رو ما مؤاخذه میکنیم، هم وزیر اقتصاد رو از طبق اختیاراتی که داریم استیضاح میکنیم که تو چرا در حیطه وظایف قانونی خودت دخالت نکردی. حالا تکرار نکنید آقای. نه اجازه بده. خب نمیشه دیگه بذار بقیه نه اجازه نمیدم. اجازه بدید آقای قشقابی یا آقای بیگ دلی بذارید یه دقیقه آقای بیگ دلی بفرمایید. همکاران محترم میدونید مشکل کجاست؟ من عرض کردم بدون ابزار نمیتونی مشکل حل کنی. ما مجلس هم ابزار استیضاح بانک مرکزی رو نداریم. ابزار استیضاح رئیس سازمان برنامه بودجه رو نداریم. درست. ابزار استیضاح یک سری ارگان‌های اقتصادی و سازمان‌های اقتصادی رو نداریم. کیو می‌خوایم اینجا استیضاح کنیم؟ وزیر. تنها ابزاری که در آیین‌نامه داخلی مجلس دیده شده برای استیضاح وزیر اقتصاد. حالا خب همین آقای دکتر اجازه بدید من خواهش کردم آقای سمسمی الان میرسم آقای سمسمی من عرضم تمام بشه شما بفرمایید. بذارید ببینید
دقیقا شما درست میفرمایید. ببینید دقیقا موارد استیضاح آقای خاندوزی دقیقا آورده شده اینجا، موارد استیضاح آقای دشپسند آورده شده اینجا، موارد استیضاح وزیران اجازه بده آورده شده. یعنی این موارد تو سالهای مختلف بوده. حالا آقا ما نفت میفروشیم، ارزان میفروشیم، میخریم گران میخریم. شما میخواید بگید وزیر اقتصاد مقصره؟ بازار غیر رسمی ایجاد کردیم. چرا بازار غیر رسمی ایجاد شده؟ آقا یک بنده خدا چرا حبوبات گرون شد؟ اجازه بده برادر دکتر. چرا حبوبات گرون شد؟ آقا اونو چرا برنج گرون شده؟ آقا گرون شده. اجازه بده فداکم. میدونی چرا؟ من عرایزم تمام بشه شما بفرمایید. شما که سوالای من جواب ندادید. یه نکته آقای بیگدلی، من بذارید یه نکته رو عرض بکنم. همین که البته توی فضای رسانه‌ای برخی از رسانه‌ها بحث سیاسی بودن استیضاح رو مطرح کردن، اما شما با توجه به اینکه میفرمایید آقای حاجی دلیگانی سابقه استیضاح وزرای اقتصاد داره، حداقل فکر کنم این نشون میده که سیاسی یا نه سیاسیه، نمیدونم. این بحثم اینه که این موضوع تاریخی بوده، مشکلات در طی 20 سال گذشته ایجاد شده، نه در طی 3 ماه. آقای حاجی دلیگانی شما 3 ماه میخواید آقای حاجی دلیگانی یه لحظه اجازه بدید. آقای قشقایی آقای قشقایی دیگه خواهش کردم دیگه. اینجا فکر میکنن استاد دانشگاه نیست به خدا. اینجا عملیاتی باید صحبت میکنیم. ما به خاطر همین می‌خواستیم آقا چرا گوش شد؟ چرا نخود برادر اجازه بده. خب بعد جور خودشو محکوم کرده. حالا شما بفرمایید. و بعد جور تناقض استیضاح کننده. چرا خودش اعتراف کرد که این چند تا وزیر رو استیضاح کرد. معنای این چیه؟ معناش اینه که ساختارت غلطه، نه همتی یا دیگری مقصر. اگه ساختارت درست بود تمام وزیرا رو به خط نمی‌کردی. معناش اینه که نقدینگی بالا، معناش اینه که کسری بودجه داری، معناش اینه که ولی هیچ دوره‌ای شده. آقای قشقایی به من نگید با خودشون. چرا زمانی که ارز نیمایی بود آقای عزیز 700,000 میلیارد تومان توی 6 ماه به مردم در آوردی. 700,000 میلیارد تومان. آقای حاجی دلیگانی کسر بودجه نباید از جیب مردم تامین بشه. کسر بودجه یعنی از جیب مردم در آوردن. آقای حاجی دلیگانی 700,000 تومان جواب بدی. تومن بودجه دیروز کسر بودجه داره. تو تصویب نکردی. تو از جیب مردم نگرفتی. آقای قشقایی یه لحظه خیلی خوب یه آب دیگه میل کنید. یه لحظه بذارید من یه لحظه میدونی چرا؟ چون شما نمیخوای حقیقت رو بپذیری. شما نمیخوای باورت بشه که حبوبات را بی جهت صادر میکنن، از اون طرف حبوبات رو وارد میکنن. آقایون عزیزان ارز نیمایی بود ولی خود مرغ گرونتر بود. خیلی خوب الان من مطمئنم آقای قشقایی یه لحظه هیچکی نمیفهمه. من الان مطمئنم کسر بودجه تصویب کردی. تو تصویب کردی. من کسر اجازه بدین 800,000 میلیون تومان تو ظرف 6 ماه زیر مردم در میاری. من میگم هیچ کدوم از مردم یه لحظه آقای قشقایی دیگه همه چی رو از عالم ابوالبشر نیار وسط. صبر کنید. منی که هر کسی به وظیفش عمل نکرده. نه دیگه آقای قشقایی نگفتم سیاسی این دولته. من همین دیگه متاسفانه رعایت نمی‌کنید و من مطمئنم که بحث‌ها رو مردم متوجه نمیشن. شما بفرمایید. ببینید فرمودن که این نرخ ارز خب همجوری افزایش پیدا کرده و به هر حال در دوره‌های قبلی هم به همین صورت بوده. من میخوام بگم نه. آمار چی نشون میده؟ آمار میگه آقا نرخ ارز در بازار آزاد در عرض شود خدمت شما 18 ماهه قبل از برج 6 امسال که دولت جدید مستقر شد، در 18 ماه نرخ ارز 7500 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی 14.7%. من خواهشی که میکنم این داده بیدادا و این بحثا آقا بحث باید دقیق، مستند
و علمی منعقد بشه. بحث‌های کلی داد و بیدادهای الکی به جایی نمیرسه که مردم هم متوجه نمیشن. مردم عزیز گوش کنید. یه دقیقه اجازه بدید. اما در دوره عرض شود خدمت شما 6 ماهه که دولت جدید مستقر شد، نرخ ارز بازار آزاد قاچاق 35400 تومان یعنی 68% افزایش پیدا کرده. پس این نشون میده که آقا یک اشکالی در اجرا وجود داره که ما به عنوان ناظر باید رصد کنیم، باید ببینیم. مردم عزیز میدونید تو این مدت چه اتفاقی افتاده برای شما؟ ما محاسبه کردیم در همین مدت که قیمت ارز رسمی در 1/6/403 45214 تومان بود، در 9/11 که شده 66831 تومان، ما دقیقاً مقدار هزینه هایی که در سبد غذایی شما و در سبد هزینه شما هست اینا رو دقیق حساب کردیم. چه عواملی باعث افزایش یه لحظه بذارید یک دقیقه جمع کن آقای سمسامی. اصلی این داستان نرخ ارز بوده، فشار وزیر اقتصاد بوده. برای هر خانوار 4 نفری در ماه 7,422,000 تومان هزینه های مردم رفته بالا. متشکرم. من یه نکته بگم. بسیار خوب. من یه نکته بگم. ببینید اگر بخواد مردم عزیز توجه داشته باشید. آقای دکتر سمسونی ببینید اگر بخواد مثل اون گفتگوی شما و حضرت آقای حاجی دلیگانی پیش بیاد، میکروفون رو ما خواهیم بست. این رو به من گفتن که خدمتتون بگم، چون تو اون شرایط هیچ کس متوجه نمیشه که دوتا عزیز چی دارن میگن. متشکرم. خب آقای بفرمایید. خواهش می‌کنم. سوالم این است یا همکاران ما قبول دارن که این عهدنامه یا برنامه رو وزیر من سوالمو بگم. نه سوالمو کامل کنم. خب یا بذار کامل شه. یعنی وزیر اقتصاد به این قانون عرض کنم که بانک مرکزی که برج 9 سال 1402 تصویب شده و اتفاقاً وظایف مهمی هم بر عهده وزیر اقتصاد هست و از جمله اینکه رئیس بانک مرکزی رو برای انتصابش برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وزیر اقتصاد نه وزیر اقتصاد سوالم وزیر اقتصاد به رئیس جمهور معرفی میکنه برای زدن حکم. بله دیشب هم اینو من مطرح کردم. ببینید الان این برنامه رو اگر آقای همتی نمیدونسته این قانون رو و اینا رو نمیشته اجازه بده دیگه آقای قشقایی میدونسته می‌خواسته سرمان رو کلو بسیار خوب آقای قشقایی با آرامش خیلی متشکرم. شما که برنامه 5 ساله رو تدوین کردید و میدونید طبق بند پ ماده 11 این مسئولیت منحصاری بانک مرکزی است، دو اتفاق میفته. چرا همون موقع جواب آقای وزیر رو ندادید تو این برنامه؟ 2 چرا رأی اعتماد به وزیر دادید؟ 3 چرا تو این 6 ماه از بانک مرکزی، من مخالف بانک مرکزی نیستم، من دارم قانونی صحبت میکنم، در هر حال شما محکومید نه وزیر اقتصاد. این پاسخ شماست. آقای بیگدلی هم بگن بعد خدمت شما. بفرمایید. ما میخوایم کمک کنیم و از اوضاع اقتصادی مملکت درست بشه. اجازه بدید. خب هممون باید کمک کنیم، وظیفه‌مونه، وظیفه شرعی و قانونیمونه. دقیقاً. چجوری وضع درست میشه؟ شما فرمایید چرا لایحه نیاورده؟ خودتونم میدونید برادر بزرگوار، آوردن لایحه و تصویب کردن و فرایندش چقدر طول میکشه. همین که رفته شورای سران اقتصادی و اجازه بدید خواهش میکنم و اونجا مصوب شده که بحث یارانه اضطراری بدن هم برای ماه رمضان هم برای 1 ماه بعد، رفته اونجا. مشکل تحریممون حل شد یا بدتر شد؟ مشکل تحریم الان تو این 5-6 ماه گذشته، فروش رسمی نفتمون چه بلایی سرش اومده. ما تا فروش رسمی نفت نداشته باشیم، ارز رسمی نیاد تو مملکتمون، وارداتمون رسمی نشه، ارزمون صادراتمون رسمی نشه، شما ارزان بفروش گران بخر،
بعد بازار غیر رسمی ایجاد میشه. آقا اجازه بدید آقای سمسانی دیگه آخرین ارزم آقای قالیباف، این مسائل موجود حاصل عمل کرده 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال نیست. همون موقع که یه عده تحریم ها رو میگفتن کاغذ پاره میکنیم، تحریم ها کاغذ پاره است، این بلا رو سر مملکت. من میگم که این بلا رو الان جناب عالی بفرمایید میزان تعهدات ارزی که بایستی پتروشیمی ها دیگر صادر کنندگان می آوردن و الان نیاوردن چقدره؟ خب نه دیگه آقای حاجی درگانی، آقای حاجی دولت باید عمل کنه. آقای حاجی یه لحظه آقای حاجی درگانی شما دارید آقای حاجی درگانی صدای من میرسه؟ دقیق و متقن انجام میشه. اجازه بدید. ببینید آقای قشقاوی میفرمایند که قانون، درود بر شما که میفرمایید قانون. حسب قانون آقای قشقاوی وزیر اقتصاد مسئول سیاست‌های اقتصادی است. ماده 2 قانون تشکیل وزارت امور اقتصاددارایی مصوب 24453 تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرایی برنامه و سیاست‌های مالی، اینا از وظایف وزیر اقتصاده. یعنی چی؟ یعنی وزیر اقتصاد حالا علاوه بر اینکه وزیر اقتصاد عضو مجمع عمومی بانک مرکزیه که عالی ترین رکن بانک مرکزی است، اینکه ایشون عضو هیئت عالی بانک مرکزی است و عرض شود خدمت شما در اتخاذ سیاست‌ها ارزیشون مؤثره. همه اینها بعد شما میفرمایید که آقا اونجا گفته که رئیس کل بانک مرکزی آقای وزیر اقتصاد در برابر این وظایف قانونی باید پاسخگو باشن. یه نکته رو بگم. باید پاسخگو باشن و در برابر مجلس. ببینید اینا قوانینه. کی میخواد مسئولیت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی رو خود بگیره؟ متشکرم آقای سمسانی، خیلی متشکرم. اجازه بدین. ببینید واقعش اینه که توی حالا مالیه عمومی وزیر اقتصاد در سیاست‌های ارزی هم نقش دارد. چطور نقش دارد؟ از طریق سلطه مالی، یعنی کسری بودجه، ترمیمش از روش‌های تورمی و اون تورم روی نرخ ارز. بنابراین این چیزی است که غیر قابل کتمان هست. اما مسئولیت بازار ارز بر عهده وزیر اقتصاد نیست. میخوام بگم که یک تعامل کرده. خب حالا دیگه این یه به خاطر اینکه خیلی منضبط بودن میخواد باید جایزه داشته باشن و بله. عرضم به حضور شما که ببینید مطمئناً سیاست‌های اقتصادی دست وزیر اقتصاد، هیچ کی تردید نداره. اما هر عالمی میگه سیاست اقتصادی زمان میبره. بانک مرکزی مسئول تصمیم گیری آنیه. شما الان اجازه بدید دیگه، اجازه بدید. به همین دلیله که من میگم روز استیضاح روز تمرین ولایت مداری ماست. ببین رهبری چی میفرماید؟ رهبری میفرماید فرض بفرمایید وزیر رأی اعتماد از مجلس گرفته، 3 ماه بعد 4 ماه بعد از همین استیضاح بشه. استیضاح برای چی؟ آقا میفرماید مگر در این مدت، یعنی این 4-5 ماه چیکار میشود کرد که در یک وزارتخانه میشه انجام داد؟ این افراط در بکارگیری ابزارهای نظارتی دیدار با نمایندگان در خرداد 1402. حالا ما که مخالف استیضاحیم ولایت مداریم یا دوستان؟ حالا من اینجا جواب حالا اینو ببینید اجازه بدید. بله. اولا اون فرمایشات آقا که برای همه ما پس عمل کنید، اجازه پس بگیرید. نه خیر اجازه بدید. 6 ماه نه دیگه شما حضرت آقا فرمودن که اجازه بدید. حضرت آقا فرمودن که کاری که نشد اجازه بدید. کاری که در 6 ماه یا در 5 ماه یا در 4 ماه کاری که میتونستن انجام. من که اول عرض کردم ما وزیر اقتصاد را به خاطر اشتباه تصمیم گیریش، تصمیم غلطی که گرفته در افزایش ارز که باعث این شده که 800
بین 700 تا 800 هزار میلیارد تومان از جیب مردم در بیاد و بره تو خزانه دولت، من به خاطر این اشتباه تصمیم گیریش دارم آقای دلیگانی اینجا عنصر زمان در فرمایش آقاست، نه تصمیم گیری. تو خراب کردن میگه 4-5 ماه نباید استیضا کنید. برید اشتباه یک شنبه ولایت مدار مشخص میشه. آیا مجلس مقابل صحبت رهبری است؟ اینطوری صحبت نکنید. ببینید به نظرم بنده سوابقا مشخصه. خب آقا این پول کجا رفته؟ خزانه چی شده؟ خرج شده؟ من باید صدا رو قطع کنم. یعنی شما موافق در جیب مردم در بیاد؟ جیب مردم نه، میگم خرج کی شده؟ نه شما میگید این گرانی ها به خاطر همینه. آقای حاجی دلیگانی اجازه بده. آقا برنج کیلویی چند؟ نخود کیلویی چند؟ لوبیا چیتی کیلویی چند؟ لپه کیلویی چند؟ این همه پولش. من یه سوال بکنم از فردا پرسپولیس میبره یا استقلال؟ ایشون فوتبالی نیستن. بگیم دیگه اینم جزء اون بحث‌های چالشیه. حالا میبینه چی؟ بفرمایید. آقای جان حالت مبحث نکنید. همه باید ولایت پذیر بشیم. حضرت آقا فرمودند تقویت پول ملی. بارها و بارها فرمودند. حضرت آقا فرمودند معیشت مردم. در همون جلسه تنفیذ آقا فرمودن معیشت مردم را دریابید. در همه جلسات حضرت آقا میفرمایند. خب من وقتی که به لحاظ علم رسیدم به این که من یک کسی رو گذاشتم وزیر اقتصاد، البته من مخالفش صحبت کردم و گفتم آزمودن خطاست. ایشون در زمانی هم که رئیس کل بانک مرکزی بود همین کارو کرد و در مدت سال 97 تا 1400 نرخ ارز رو 3 برابر به ارزش پول ملی رو به 1/3 تنزل داد. همین کارو کرد و الان هم که اومده ایشون ما یه ماشینی بهش دادیم که اینو داره به دره میبره. ماشین در به داغون. ماشین در به داغون. صبر کن بابا جون. یه دقیقه آقا من یه سوال. آقای سمسامی چند نفر از نماینده‌های کمیسیون اقتصاد ولایت مداری ما حکم میکنه که آقا اگر یک کسی داره خلاف صحبت‌های مقام معظم رهبری عمل میکنه و معیشت مردم به تنگ کرده، معیشت مردم به سختی انداخته و باعث کاهش ارزش پول ملی شده، حبوبات لوبیا چیتی شده 240,000 تومان، مردم عدس، نخود، لوبیا، گوشت، روغن همه چی گرون شده. دلیلش بله اجازه بدید یه لحظه. من یه خواهش بکنم آقای سمسامی بذارید یه لحظه بذارید ایشون رو. ما باید یک کپسول آتش نشانی اینجا میذاشیم. خیلی خوب آقای سمسامی اینجا گزینش نیستش، همه ولایت مدارین ان شاء الله. لطفاً دیگه ورود نکنیم به این بحث. من که رهبری هزینه نکنید. من که نص رو گفتم، ایشون داره اجتهاد در مقابل نص چیه؟ حضرت آقا اجازه بده. حضرت آقا من دارم عرض میکنم یه سوال از آقای دکتر عزیزم. الان وضع قاچاق کالا و اینا چی جوریه؟ بهتره یا بدتره؟ خب بعض قاچاق این جواب معلومه که معلومه با این سیاستی که اتخاذ کردن تو بازار ارز معلومه. جناب عالی از خرداد ماه شدی نماینده مجلس در ستاد قاچاق کالا، آقای وزیر شده از شهریور ماه. 9 ماه شما مسئولیت. اجازه بدید فردا مجلس شما رو عزل کنه؟ نخیر، چون نه طرحی دادید نه میتونی من بگم شما سفسطه. من سند دارم، شما هم برو سندی مثل این گیر بیار برای من. چی بود برای مبارزه با قاچاق؟ آقا من اصلا تحریر نداشتم. شما چی گزارشی به مجلس دادید؟ من گزارش دادم. هیچی ندادید. من دارم. شما نخوندی. شما نخوندی، من دادم. آقا وقتی ایشون میاد دخالت میکنه، خواهشم اینه که اصلا واردات نکنید. من یه سوال دارم. آقای سمسامی شما یه چند دقیقه اجازه بده. یه لحظه اجازه بدید آقای بیگدلی. بفرمایید. نه اساتید اجازه بدید. آقای دکتر سمسامی شما تو کمیسیون اقتصادی چند نفرید؟ 23 نفر. نه هرچی که نداریم 23 نفر. چند نفر امضا کردن اینو؟ 4 نفر. شما که با ما موافقی؟ اجازه بده فدات شم. من آقا اجازه بده فدات شم. من میگم از 23 نفر
دیگه چند نفر تو کمیسیون چه دلیل چیزی اجازه بده چه ارتباطی داره؟ اساره اقتصاد مملکت توی مجلس اساره مردم دیگه. اساره اقتصاد مملکت تو کمیسیون اقتصادی جمع شده. مربوط به بحثه؟ بله مربوط به اجازه بده. کی گفته از 23 نفر کی گفته؟ چند نفر استیضاح امضا کردن؟ 4 نفر. آقا کی گفته؟ الان چقدر تعداد بذارید استیضاح کننده ها رو آقای آقای سمسون میگم چند نفر آقای بیگدلی من توضیح بدم. بگید چند نفر امضا شده استیضاح کنندگان؟ نه از کمیسیون اقتصادی. آقا چه ربطی داره؟ یه لحظه خواهش کردم اجازه بدید. اجازه بدید من یه دو تا آقای معاون پارلمانی رئیس اجازه بدید من بگم. گفتم فکر کنم شما پاسخ نه ببینید من عرض بکنم تا الان 114 نفر امضا کردم. خب بنده تو این 4 دوره یاد ندارم استیضاحی به این تعداد اولا امضا بشه، ثانیاً این مقدار عدم انصراف داشته باشه. یعنی انصراف کسی 3-4 نفر انصراف دادن، مجدد نصفشون برگشتن مجدد ثبت نام کردن. این یک نکته. نکته بعدی من از آقای دکتر قشقاوی سوال دارم. مگر حضرت آقا نفرمودند که به مسئولین کشور هر تصمیم اقتصادی که میخواین بگیرید پیوستش رو ببینید، پیوست عدالتش رو ببینید که آیا برای مردم چه تبعاتی داره. من سوالم اینه آقای همتی بدون اینکه پیوست عدالت این گران کردن ارز رو ببینه ارز را گران کرده و این بلا رو به سر مردم آورده. آقای جاجیدلگانی عزیز، در شرایطی که ما و شما داریم تو این مملکت زندگی میکنیم تو جهان که این آقای ترامپ یه روز میگه گرینلند اینجور، یه روز میگه فلان، یه روز طلا میره بالا. این عدالته که شما ظرف 5 ماه بخواید وزیر رو استیضاح کنید؟ میشه شما این عوامل میشه شما بفرمایید خلاف امنیت ملیه؟ شما دارید در آستانه شب عید در آستانه حرفهای نادرست بذارید تو اقتصاد. من تعجب میکنم شما دارید کمک به ترامپ میکنید. اینا نسبت‌های نارواست دارید میدید. گوش بدید. شما دارید طرفداری از ترامپ میکنید. چرا؟ به خاطر همه حرفایی که دارید میزنید. به خاطری که امنیت ملی رو شما و امثال شما دارید به خطر میندازید. به خاطری که همه چیزو گره میخواین بزنید به ترامپ. به خاطر همین. به خاطری که شما اونی که نقدینگی رو نمیبینه، کسری بودجه رو نمیبینه، فقط دلار رو میبینه، این کشور ظرفیت داره. اون به ترامپ داره بس میکنه. جناب علی طرفدار ترامپ هستی. جناب علی طرفدار ترامپ هستی. من یه نکته بگم خواهش کردم. من کی گفتم؟ همین الان دارید. ببینید دستوری بوده. یه ذره آرامش کنید. وزیر بحث ولایت و بحث نه اینا خواهشم تخصصی آمده و گرون کرده. اینم یک روز کافیه. 6 ماه نمیده. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. آقا سوال منو که جواب ندادن، این سوالمو جواب بدید. اجازه بده. بینی و بین الله. آقای عزیزی بینی و بین الله. الان ما میتونستیم رئیس بانک مرکزی استیضاح بکنیم طبق آیین‌نامه داخلی. شما کدوم استیضاح می‌کردید؟ من کسی که اومده میخواد سرم رو کلا بگذاره. من سوال منو جواب بده. ببین آقا این فریبنده. آقا جون این فریبنده. این رو به من ارائه داده. اومده این رو نشون داده. یه خواهش ازت دارم. این داره عمل میکنه. بزرگوار. من که دیگه بزرگوار. خب اگر آقا شما اون موقع بانک مرکزی میآورد به شما برنامه میداد. من کسی را استیضاح میکنم که فرمودن که وزیر اقتصاد باید منافع ملی رو بر منافع آینده خودش ترجیح بدهد، اما وزیر اقتصاد آبروی دولت رو برده. خب من طبق فرمایش شما وقت برنامه تمام شد. خب کسی را استیضاح میکنم که آبروی دولت رو برده. آقای فرمایش خود شما آقای سمسون من یه خواهش میکنم. ببینید آقای بیگدلی، ببینید ما 2 دقیقه وقت داریم. میخوام این 2 دقیقه رو با آرامش سپری کنیم. خب الان نکته اگر باز تحریک کننده نباشه آقای قشقاوی همه رو بس میکنه. این میخوام فقط
شما در واقع بفرمایید که آیا اگر استیضاح صورت بگیرد به وفاق دولت و مجلس آسیب میرسونه یا نمیرسونه؟ خیلی با آرامش یک دقیقه بفرمایید آقای بیگدلی. اصلا اینجوری نیست. ببینید آقای دکتر پزشکیان بحث وفاق که پیش آوردن و شعار وفاق دادن که این همه بیایم کمک کنیم. این که حالا یک نفر نمیتونه عامل به هم خوردن وفاق بشه، خب ولی من عرضم اینه دوستان، نه اجازه بدید، یعنی وزیر اقتصاد هم استیضاح نه اجازه بدید نمیاد. آقا وزیر اقتصاد استیضاح کردی، آقای سمسمی شما شدی وزیر اقتصاد، نتونستی مشکل مملکت حل کنی، چیکار باید بکنی؟ الان وقت سوال است. خب الان از این اجازه بده آقای بیگدلی. ببینید بانک مرکزی جواب ندادید، من سمت رو تموم کردم، شما جواب بدید. نه من نمیخوام بحث رو دوباره چیز کنم. یه لحظه آقای سمسمی و آقای حاجی من خواهش میکنم ما وقتمون تمام شده، میخوایم تو حرف شما تیتراژ رو برن. ببین من میگم فقط یه نکته داره. بله. جمله آخرتون نیاز به پاسخ نداشته باشه. خواهش میکنم بفرمایید. ما میگیم با مردم باید صاف و صادق باشیم. خب بالاخره کسر بودجه رو از این محل تامین کردن و این وضعیت رو به سر مردم در آوردن. خب ما ایشون که هیچی. کی در آورد؟ اگر وزیر بعدی هم باز بیاد بخواد همین راه رو ادامه بده، طبیعتا باز اونجا از آبرو میگذاریم و مقابله میکنیم. یعنی مملکت رو هوا باشه، رو هوا تو مرمزون شما سرپرست میخواید بذارید. همه گفتم شما ترامپید با این ترامپ که هر روز تصمیم میگیره شما اقتصاد دولت رو هوا کنید. شما که کشورهای اروپایی رفتید و اونجا ارتباطاتون بیشتر قوی تره. ببین آقای شما هم 30 ثانیه. ببین اولا که کسی طرفدار ترامپ که داره ارزش پول ملی رو کم میکنه. چرا؟ چون او میخواد ارزش پول ملی رو کم کنه. حالا یه چیزی رو ببین آقای آقا ولش علمیه در اندازه شما نیست. آقا میگه دلار زدایی، شما همه چی رو حبوبات و همه چی رو دارید به دلار صرف میکنید. مثل که من بعد چی رو تمام شد. آقا مردم عزیز ببینید این یک مدل از در واقع تضارب آراست. نمایندگان مجلس در اوج پویایی و در اوج رفاقت. قبل از برنامه همه اینا با هم چای خوردن، تو بعد از برنامه تمام شد رفت. لذا این در واقع اختلافات میشه گفت نظر برای بهتر کردن معیشت شماست. خیلی متشکرم از توجهتون به میزگرد اقتصادی امشب. میزگرد خیلی داغی هم شد و امیدواریم هرچی خیره پیش بیاد. از طرف خودم و مهمانان عزیز برنامه میزگرد از خدمت شما مرخص میشیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.